جنابی اونال تو را زیارت آمدم. با زیارت من؟ بله باشد. چخیل رفته ایستاده است. به زندگی نود عادت کردی جنابی اونم؟ چخیلی که شنیدم جزای حجرگی گرفته. تو در اینجا چیکار میکنی؟ میکشم. آرام باش اونال. باور نمیکنی و به خدا که برای نجات دادنی تو آمدم. هم نفهمیدی من چقدر جدی هستم. سینان گوش کن. تو اگر با من نرقصی نوا رو با امنیت میسپرم. ایست نرم. نجات من اومدی؟ تو دیوانه هستی مگر؟ باز چی رنگ داری؟ به خدا اونال اگر این خی کنی من میروم تا آخری عمره در اینجا پوسیده میروی. ای بشرف، از آنی که تو مرا نجات میدی اینجا پوسیده روم خوبتر است. اونال من هم طلبگاری نجاتی تو نیستم. به من باشد اینجا مرده پوسیده رو، اما مجبور شدم که آمدم. چی خیلی مجبور شدی ها؟ چرا مجبور شدی؟ مرا دیوانه نکن. باز از پی چی هستی؟ ای ابله، چرا مرا نجات دادن میخواهی؟ ای اونال چرا نمیفهمی؟ مرا مجبور کردن تو را نجات دهم. چرا نمیفهمی؟ ای دیوانه، کی مجبورت کرد؟ برآمدی میفهمی کی تو را میخواهد نجات دهد. با چشمان خودت میبینی. میایی یا نمیایی؟ شد تمام. نجات ده. اگر نجات داده توانی. اما از اینجا که میبرایم اولین کارم تو را کشتن است. این را میدانی همه خیله؟ امشب تو را میگریزانم، فهمو؟ آماده باش. اما اولا باید به آزمانی رقص رفته. برقصم جنابی اونم. این بیشرف بار دیگر که آید دیگر مرا جغ نزند. سلین جان، این شب آزمون رقص بسیار خوب خواهد گذشت. به فکر من بهتره جفت ما میشویم. البته زورا جان. تا بازید میلیست.
جناب بانو امشب رو برای شما آماده کردم. تشکر زیاد جناب کنعان، مرا چنان خوشحال کردید که. خوشحالی شما خوشحالی من است. تشکر زیاد. حالمون رو ببین. اول در این آزمون رقص کرده، بعدن رفته اونال رو از محبس میگریزونه. چگل حیات سام نشد. سبحان آمد با سبحان یکان چیزی که نوارو با امنیت میدیم میدونی که سلام علیکم سود خوبی هستم. چیکار میکنی ها؟ دستی دختر رو سرده؟ چه خیلی یعنی برای دستی دوزداشتم رو قبیدن از تو اجازت پرسم؟ سوز گرزم سبحان ایست. بله من با جنید میرقصم. شنیدی انگه چی گفت دو شو؟ سبحان ما ویرا با من میرقصی. خیر رفیقان، همه‌تان خوش آمده. اکنون آزمون رقص را آغاز میکنیم. همه را با میدان میخوانم. آزمون آغاز شد. سیلین ما رو صورت نمیگیری مگر؟ البته میگیرم. رحمت خواهش میکنم چیزی نیست. تو رقصیدن را یاد کردم زیا. من هم یاد کردم. آخران بار کی رقصیده بودیم؟ آخران بار در نامزدی همون هر جا باشد. نامزدی ساخته همون البته. اما عشقمون حقیقی بود. گرچه آن زمان مرا دوست نمی داشتی. با آسانی دوست نمی دارم، اما اگر دوست دارم تا آخر دوست می دارم. من همین چیز رو شنیدن میخواستم.
هجری؟ استاد یک سوال دارم تعجیلا باید پرسم. هجری پسرم ایستا وقتش نیست رقصیده ایست. استاد پرسیدنم لازم استاد. چرا این خیل میکنی؟ چرا این هوای رمانتیکی رو ویران میکنی؟ استاد بسیار عذابم داد. کی عذابت داد؟ سوال استاد سوال عذابم داده ایستاده است. اوف پرس هجری پرس معلوم شد که نپرسیدن نمیتوانی پرس. استاد اگر در روز 1 اپریل دروغ گوییم آیا برای ما گناه نوشته می شود؟ آیا ما گناهگار می شویم استاد یا این که نه؟ چی میگویی پسرم؟ من سوالی داده‌ات رو نفهمیدم. میدانید که استاد در روز 1 اپریل همه دروغ میگویند. آیا ما دروغ گوییم در آن روز با شوخی برای ما گناه نوشته می شود؟ با این سوالات بیزار کردی بیزار کردی. اقلا امروز سوالات رو ده پگاه جوابش را بگید. نه انسانی که در روز 1 اپریل هم دروغ میگوید گناه عظیم میگیرد. دروغگو دشمن خدا است. فهمیدی؟ با شوخی هم دروغ گفتن انسان را گناهکار میکند. یعنی جایز نیست استاد؟ پسرم جایز نیست. تمام استاد همین خیل می نویسم. همین خیل نه. تمام خدا از شما راضی باشد. مایلش ینگه خدا از شما راضی باشد. خیر رحمت پسرم با تو نیستم. استادم بسیار داناست. خیر سبحان بیا رفتیم رقص کنیم. رفتیم جنابی کانون ما چرا رقص نمیکنیم؟ اما من وای یعنی نمیشود جونم. اول ما میرقصیم بعد غالیبان رو معاین میکنیم. خب چه خیلی که شما میخواهید. سلام سلام من کمیسر لیو. از راستی؟ البته عجبا شما با من رقص میکرده باشید یعنی؟ لوین حاضر در یک جوت چونان شطه میزنم که فلج میشوی. دفع شو. ببین تو رفته با کلتکلس رقص کن اگر جرأت کنی. و کلتکلس نیست اما شمشک بوده است. در روز نامزدی امان من را کلتکلس گمان کرده است پس او بسیار دویده بود. حالا هم نامزدی میگوید شرم نداشته. لوین رو که حاضر بسیار عصبی هستم. دفع شو. بیعقل ایرلوتسیاکو حالا هم استوده است. بیعقل گپت را شنیدم. سازی شوکتی بیعقل. من خوبم لیو. خدا چه خیلی. درد عشق بسیار سخت بوده است. راست گفتی دروغگو بسیار سخت بوده است. شیطان میگه که رفته از دستش بیدار میانش رو بقم و با او رقصی پقلته بکن. پقلته نه بچته. فرقش چیه؟ فکری خوب.
برای رقص بچتا این میدان کمتر میده. برای رقص سالسا میشود. سالسا. من این رقص سامبوسا را خوب میتونم. رقص سامبوسا؟ اینجا بیا پیش بدم. چیکار میکنی ها؟ شوکت من و تو بخ نداریم. اگر تو بخ میداشتی دندونی ما درد نمیکرد. تو راست میگویی برادرم لوینت. آخه من تو شوکت روزی نداریم. جانم حاضر می آیم یک لحظه. رسم گرفتی سیلین؟ البته گرفتم. بهترین هستی. کلی ببین. دوستان گرامی برای اشتراک به همه‌تان تشکر میگویم. حاضر باشد غالبان را اعلان میکنم. یعنی
وی برادری دوگانی که داملا زیا استاد احمد و همراهش زهرا می باشد. زودتر راه گرد شوکت، اونال رو نجات میدی. گپوتا دندانات میشنم، خوب هستی؟ خوبم اونال رو از محبس باید گریزونیم. خورسنده کردیم اما جنید کن اینجا بیا. حالت خوب است؟ سومان ما رو تنها میگذاری؟ تو این رو با من چه رو دیدی ها؟ با یک قاتل دوام دادن نخواستم سبحان. من را قاتل گفتی؟ من برای تو شده قاتل شدم. بخشش برادر، چیزی که آنها فرمان دیدن به گپ آنها را اجرا میکنی. 1 سال برای آنها خدمت میکنی. چی میدانم شوکت، راه دیگری ندارم. عینی حال از دستم چیزی نمیآید. الله الله. شب خوشی بود همین خیلی نیست سینان جون؟ خیر من به اتاقم میروم. شب خوش. شب خوش. بازی چقدر جفتی زیبا بودیم. کاش تو هم می آمدی میلیس، خورسند می شدی. اما تو هم روح نداشتی. همین خیلی فراموش کردم، ببخش مرا. اصلا یک نفر بود کو وی آدمی نقاب دار از آتش تو رو نجات داده بود کو. خیر، برای خودت زاغ سیاه را یافته باشی. اکنون از دست داشته من دور میگردی. بین میلیس، ما بازی بسیار خوشحالیم. فکری در بین ما در آمدن را از عقلت دور کن. برادر، کنی چه خیل نقشه داری؟ اونال را چه خیل به بیرون میبراری؟ از 2 تا نگهبان گذشته به دیوار برآمده به باغچه میروم. از آشخانه گذشته راست به حجره کامیراهای نظارتی میروم. در کامپیوتر سمت کامیراها را عوض میکنم. میخواهم در مانیتور همه نوارها خوب نماید. اوها، نقشه را ببین. خیبر؟ یعنی که ما اونال را به بیرون برآوردیم، آنها نوارهای پیشین را تماشا میکنند. بعد از این 15 دقیقه وقت داریم. در 15 دقیقه کلید حجره اونال را یافته، در را گشاده، اونال را گرفته، به دیوار برآمده میگریزیم. همش همین. اوها، همین قدر؟ تو این رو در کدام کینو تماشا کردی؟ تو اولش رو نقل کردی، به خاطر گرفتم، در آخرش اومدی اولش گم کردم. شوکت میگویم 15 دقیقه وقت داریم. در 15 دقیقه آمدم نامدم بدون که مرا دستگیر کردن. این خیلی نگو، در 15 دقیقه همینجا میشه. من منتظر هستم. اول من تو رو کمک میکنم، اونال رو میبروریم، بعد یک جای رفته بانو رو میدوزیم. کدام بانو؟ چه خیلی دوزیدن؟ دیوانه هستی تو؟ من بانو رو به کنان دیوانه نمیدیم. میرم اون رو میدوزیم، این پرکتیک میشود. مرا فهمیدی؟ مایل شوکت، مایلش. بانو و شوکت نشوند یک جا. عشق در دنیا ندارد معنا. خاموش بچه. نسکیات پشتگی بو ایدئول نغلطی.
وضعیت آرام است. تو اینجا چی کار داری؟ وقتی گپ زنی نداریم اونم خیز میره. میرویم کلتکیلس میرویم. برای من تو رو میکشم. زود باش راهگر. نوبتدار بالا بودرا چی کار میکنیم؟ نوبتدار همیشه در حرکت است. 50 ثانیه براست، 50 ثانیه به چپ نگاه میکنه. در مدت 50 ثانیه باید به دیوار برآمده به آن طرف گذاریم. رفتیم وگرنه دستگیر میشویم. چی؟ من کلتکیلس هستم. با آن دیوار چخیل میبرایم؟ اوف شد بالا برایم برای تو بند میپتایم. تنها زود باش میلش. کجا گم شدی؟ براز که گشت میره فهمیدی؟ فهمم. رفتیم. بند را گیر. تو چیکار میکنی؟ آفرین شوکت آفرین. در آخر کاری کردی بگیرین را. خیال کردم ترسور کده ایستم. این چی کار است که تو میکنی؟ این رو به خونه آدم کش میبری باوری داری؟ مایلش این خیلی بهتر است. برای ما اکنون او در دستی ماست. این پان ارماتور خدا خلاص بینه. آیسته آیسته سرش رو نزنه. درایه دیگر چیکار میکردم آخر؟ بیا کمتک که بگیرم. بیا اکنون رفتیم. استو در را پوشم. در تبا پوش. بزن مثل خرف از این است. بچه ای قیلاز بینه. راگر میگم الماتور خورد بوار نمیکنی. به ایخی بده روزا کشتن درویم. شوکت بگیر در آکشا زودتر باش. یقا کلی بیسوره کدوم کلی چه؟ کلیدی کلانو شگون کس نمیدد باز. ای خر بچه در را شده نمیتوانی ها؟ زود باش. ای چی مرا میزنی؟ سردیچکای کلیدی تو ایرونه باید عذاب تو خود است. اینه قریب اومد. ای خدا لعنت کنه بگیر زودتر. اینه درک شده شد بکش. داریم زودتر.
زودتر بگیر ای مانوش گذر کلاسی پردو را مگزین اکای حکیم خریدی؟ باهوش نوه این حیوان بگریزه برادر؟ پروا نکن فکر اینشو هم کردم من زنجیر این زنجیری فیله گوش کلاس این سگه که به زنجیر میبندیمش این آدم ما رو یک جای ببیند تماما چیزی دیگر میشود یکون بندی سبکتر نیفتی برای همین باید تصمیممون رو بگیری این طرفی زنجیر در کجا میبندی؟ حالا تو ایست به رادیاتر گرم کنی خانه میبندی این را بگیر بیا برادر این حیوان گیزلان نشوه و همه اطرافی این را بکنه خانه پوری او شوه خالینو جزیر میشده؟ نه اکنون تو هم اینقدر واهمه کردی آخیر برادر او رو مثل حیوانی وحشی بستیم کو؟ توبه استغفرالله ای بیدار شدی مرا چیکار کردید؟ کاری نکردیم برای آرام نشستن تو رو بستیم این چی است؟ این چی است؟ با زنجیر سگ بستید مرا شما دیوانه شده؟ نه اونه اگر با زنجیر سگ میبستیم تو آن را میکندیم برای همین با زنجیر فیل بستیم با این فیل را میبندم مرا شاید مرا کجا حیوان اون الارم شوکت تو همین جاییست اگر کاری کند به سر زن که از خوش رود با چی بزنم؟ چی میدونم با کفگیر است با کفلیز است من این رو چی کاری کنم روزی اخیم؟ شنیدی مرا؟ این کار را ببین کمیسر اونال در خانه من می ایستاده است گرچند پایش را به زنجیر بستم اما حالا هم خواتیرم ای خدای مهربانم چقدر حیاتم شیرین بود مثل احمد شمشک حیاتم را ادامه میدادم مگر بد بشد ای وای آف اکه اونال با من میبود هوید میکردم به خدا شوکت کنی اینجا بیا کشوی را ای وسوسم نکه به خدا شوکت کشو میگویم یک آدم کلانی رنگی کودکو رفتار میکنی اکه اونال کلیت ایره من ندارم به خدا بریشی همجا آخی جد سوزه تمام شوکت تمام بیا یک گم میگویم لعنتی پرات بزنم باشی دوتا کس گم شو کل جاد بگذر تر جاد بگذر حرامی لعنتی این بالشتی که در دست داری با تو میخورانم اونم تیز بجویت گذر حرمتت کردم ای خود رفتی اونم ولی با این تکسری میزنم حیوان بانو جان میس بانو همراهی من رقص میکنی اصلکم کنی اینجا بیا بشرف ای شوکت با تو گفتم به سر زن از روش رود خوابم نمیبرد من با تو همین خیل میرقصم که حاضر میبینی رقص با مرگ مرده هر دو از اون را از این خانه میبرارند بله مجیم بیام سر مدر بلای کیفتت منو معلمه اینجا بیا جانکم نزدیکتر بیا بانو جان خیلی نکن نفس میگیره چیکار میکنی؟
بانو جان کمیسرم شما چیکار میکنید؟ سر دید مرا کمیسرم. از دست شما دیگر کمیسریم هم نمانده است. کمیسریم را از من گرفتید. شما دختری ابله. کالتا کلاس چی گپ است؟ چی گپ است؟ با تو نگفته بودم به سرش بیزن ازش شود. همینش رو امان کنم. یا خدایا برادر کالتا کلاس. چی کار میکنی اونال؟ دیوانه هستی مگر؟ نزدیک نشو که برادرت رو میکشم. کارهای بیعقلانه نکن اونال. قانون را میدانی بیعقلی نکن. نفهمیدی که آدم قانونی هستم بشرف. نزدیک نشو که گردنش رو میشکنم. بین خواسته ای تو اون نیست، من هستم. رها کن او را، مرا به جای او بگیر. میلش بگیر. رو کلیدها را بیار. کلیدها را؟ زود رفته کلیدها را بیار میگویم. میکشم این را. اونالیست تمام. تو آرام شو. آرام شو. اکه اونا مرا گوش کن. بخدا من نمیخواستم ترک زنجیر بند کنم. همش فکر یعنی موهای مرا زرد یکم مرا نکش که او بال بشه. خرپچه احمق آدم فروشی را خوب میدن. بکشم اوخی. تمام. اونال آرام شو. کلیدها را میارم. میلش آرام باش. ده بچه جو کمیسر زود باش زود. برادرت حاضر نمیرد. زودتر باش میگویم. بردوبه نفس رو گرفت کمیسر. هنر تمام شد. ایست. آهسته آهسته. این بوی چی است؟ چی خیل بوین؟ بوی موی نیست. یکان چیز با ما شامت هم. روز میگه بخدا بو است. بیشرف کنی اینجا بیا ایزا گذر. ناخته برا کلیتا را بگیر. خانه بوی گرفت. بخدا کلیتا را در حیاتم دیگه نمیگیرم. من اونال در نزدیک نمیشم دیگه. توبه کردم. چی شد؟ زنجیر بسیار غفص است میگفتی. کم مونده بود که نفست بگیرد. بخدا قریب میمردم. تو چرا اینقدر بیعقل هستی؟ بخدا بیعقل نیستم. یه حیوان مرا در خون دستگیر کرد. با زنجیر گلویت را بسته بود میمردی. دیوانه هستی تو؟ ای باشه خواب بودم میگم نمیفهمیگم. خاموش. خواب بودم میگوید. بیعقل. با آنجا گذر با دقت خواب کن. ای برادر من در اینجا خواب نمیکنم. همراه تو در اون خانه خواب میکنم. ای کلی گذر بدن میخوابیده است. کله نکن. هر کجایی که خواب میکنی خاموش باش. ای کله از طرف من دستک نزن. باز من بری تو میرم خواب میرم. خودش در اون خانه خواب میره و مرا در پیش سگا خواب میکنه. بخدا میگزیدم چیلو کلو میکردم. نخود با سگ خواب رویم. برادر من میرم. تو چی کار میکنی؟ برادر این احتیاط که میگذد بخدا. افتی را بینوخی رفته و بوزی کنم که بوی سر گرفتم. بعد رفته برای آشخانه یگان چی خریدم میارم. شد تمام رو. احتیاط که نگذد من نهلش رو. این توشا یگان خوردنی گذارم برای تو که نماری. گرسنگی شدی میخوری. از آن خوراک های میخورده ای تو نیست. قناعت کن. بگاه با آنها وا میخوری. آرام بشین. مشکلی ایجاد نکن.
زهرا. جانم امروز در بیرون صبحانه میخوریم؟ مایلش جانم. در کجا میشینیم؟ در مکانی که آخران بار صبحانه کرده بودیم. شد عشقم تا بازدید. تمام جانم. یا خدا بسیار خرسندم که باز یا صبحانه میخورم. میریز به عشق میماند. غیر این کن است. این ناممکن است. بچه ها داملای دیوانه چند روز است که به اینجا نمی آید. یگان بلا به سرش نامده باشد. دیگر برای چی آید؟ او دمخلش رو از دست داده است. درست. مسجد ما به ایمامان بخدا. ایمانمون از دست نرود، اما که خلیل دیگرش مهم نیست. همجاش از زور گفتی اجری. درست گفت. چیزی که من میشونم شما هم میشنوید. من هم چیزی رو شنیدم. اونوی ما دیوانه شده است، بکسور شده است. ببینید منم بکسیار حقیقی. آرام شد داملا. بچه ها کسی میگوید من دیوانه هستم. من با شما باکس را یاد بدهم. این داملا دیوانه نیست مگر؟ سلام علیکم داملا. در داملا بینی مشکست حیوان. تو کی هستی؟ تو برای چی مرا زدی ها؟ من داملا نیستم. من بکسیارم. بکسیار. ای داملا آرام شو. من تو رو یک لحظه فهمونم. من رفیق همون داملای ساختکار بود کو. ای داملا یک لحظه بس فهمونم. من شوکتم. شوکت شیری نرم کو. داملا یک نمیست. تو بوکسور نیستی. تو داملای ساختکاری دیوانه ای کو. من ایمامی دیوانه نیستم. من بکسیارم. بکسیاری حقیقی من بکسیاری حقیقی من چمپیونم. بکسیاری حقیقی بکسیاری حقیقی من چمپیونم. من بکسیاری حقیقی. این دیوانه رفت. خیلیت رفتی. با او یک سلام دادیم. زد دهنو بینی رها مرا شکستی در کرده بود. عشقم خوب شد که یک جای نهار میخوریم همین خیلی نه؟ بله گاگا این کنیم خوب است. میکنیم. از گرسنگی مرده ای چی؟ اینقدر زود خورده ای سده؟ نه جانم گرسنه نیستم. تو رو بینم اشتیایم کشوده میشود. عزیزه که شیرینی من. وقتی که با آن دست شپاتی زده بود شیرین تر بود. مرا گوش کن زیا. حالا هم من تو رو نبخشیدم. اون شب را لطفاً به یادم نار. حیاتم یعنی آرام شو. جانم اصل خور. عصبت را آرام میکنم. شوخی کردم. دوست داشته ای ترسن چکی من. این رو به من چه روا دیدی زهرا؟ باز برای آن بیشرفم؟ جناب احمد در رو کشید. من باید با شما صحبت کنم. لوند این به عقل اینجا چیکار میکنه باشد؟
احمد جان، سردارم از محبس گریخته است. وضعیت بسیار بد است. یعنی حیات شما در خطر است. من باید در حال به شما کمک کنم. شما در رو کشایید. یاری دیت این صدای سردارم است کو؟ یاری دیت نگویم. آواز سردارم است که از درون میبره. یگان کس هست؟ اینه سردارم اما شمشک رو اسیر گرفته باشد. اگر این خیلی باشد چرا سردارم یاری دیت گفته داد میزند؟ شاید برعکس باشد. یاری دیت سردارم شما در درون هستی؟ لوین در درون هستم. نجاتم ده. کارتکل از مرا اینجا بسته است. زنجیر بند کرده است. بیا. سردارم شما در اینجا چیکار میکنید؟ طبق قانون و قاعده شما باید در محبس باشه. من به تو دیگر چی گویم؟ کارتکل از مرا گریزان اینجا زنجیر بند کرد. بیا نجاتم ده. تمام، من شما را نجات میدم. پروا نکنید. خدا خواهد باز به محبس برمیگرده. درو به عقل بیا مرا نجات بده. که تبر نیسته. لوین نجات مرا. سردارم از برای خدا شما اینجا چیکار میکنی؟ غیر از این شما چرا از محبس گریخته؟ چی خیلی گریختم به عقل؟ من آدم قانون هستم. از محبس میگریزم. کارتکیلس گریزنده آورده مرا اینجا زنجیربند کرد. نجاتم ده. یا سردارم از برای خدا برای چی شما دروغ میگید؟ کارتکیلس برای چی شما را از محبس میگریزنده است؟ هم مردا یک دروغ زمینی بگو آخی. پسرم نجات ده. سردارم من با یک شب شما را نجات میدم. با من وعده میدید که همین که شما را نجات دادم بی عقلی نکرده از دست من نمیگریزید. از پس من راست به محبس میروید. مالا شکر نه؟ تمام لوین. تمام. با تو همچون سابق کمیسر قول میدیم که نمیگوزم. رفیق کمیسر دیگر در من این خیلی قسم ها نمیگذارد. رنگ انسان قسم خورد. به حاضر قول دادم کو. انا این خیلی قسم خورد سردارم. کلچپ بزنم که همین که مرا نجات دادید هرگز از دست شما نمیگریزم سردارم. لعنت به تو لوین. انا همین خلیب زند که نمیگریزم. خلیب بوسه کردی آخی؟ هم بوسیدم. تمام. کنیک من بینم. سردارم یک مشکلی کلان است. کلید این قلف در کجا باشد؟ چی؟ در اون اتاق هست رفته بین. در اون جای هست رفته بین. کف. در اتاق جناب احمد میلش. جناب احمد میگوید. انا آنجا رو ببین. زود باش لوین، زود باش. سردارم با شما خبر خوش دارم. کلید را یافتم. زود باش پسرم، زود باش که دیگر طاقت ندارم. چند ساعت است که همینجا هستم. با خلیب قسم خوردی فراموش نکنیم. تمام بدوکه. وای. من خطای سخت کردم که دست و پای او را از زنجیر خلاص کردم. آخر زوری من به او نمیرسد که انشالله که نمیگریزد. اگر گریزد مجبور که او را میپرانم. از این اونل دیوانه چه خیلی نجات میافته باشیم. بلا را به سرم آوردم. اوف. چی کار میکنی دیوانه؟ میپرانی؟ نه سردارم، من شما را راست با محبس میبرم. اگر اگر نامخالی نکنید من شما را نمیپرانم. ای پایم کن. به قفا رو کمیسرونال. به قفا. لوین تکی زله نکن. این بیعقل به شوخی من رو به محبس میبرن. ای لوین دیوانه هستی تو. با خلیب قسم خورده بودم که به محبس میرویم. اول لباسم رو عوض کنم بعد میرویم. نمیشه سردارم، لباسات 100% پیش بدم. 2 دقیقه منتظر شو لباسم رو عوض کنم. نه من باید دست و پای رو زنجیر بار کرده با محبس میبرم. این خیلی نمیشود. از 1 دقیقه زنجیر کجا؟ چی شد لوین؟ ایستا. آرام شو دیوانه، چی گپ است؟ این بوی چی میکند؟ این یک بوی کن. بوی چی میکنه سردارم؟ نمیدونم بوی چی میکند. نمیدونم چی خیلی که بوی شناس توفتیسه. شما نمیدونی نفس سردارم. بوی خیلی مانند
چه بوی تیز، بوی بیهوش کننده، بیعقل، دیوانه. اکنون تو رو میبندم. در کجا بود کلید؟ انا اینجاست. من به آن محبس دوباره بر نمیگردم. بیعقل. سردارم راستی که بخوام مردک خوب نبوده. من میدونم که تو نامردی، یکی مردشتم در کار. از پس این بیعقل شده بیهوده قسم خوردم. اکنون مجبورم که یک فقیر رو سیر کنم. این نامرده کل رو با خود بوده است. آسیو بنا بده. چی شده ابله؟ به جای نشست ماندی؟ چیزی نیست. میدان چیکار کن؟ این دست را راست ایستاده گوش کن. به این هم تو در اتوبوس راستا میایی و به این عادت کرده ای. چیزی نیست. سبحان تو را گوش مکن. بیا برای من خالی است. رفته. استاد امروز بعد مکتب به مسجد رفته کمی امری معروف کرده وظیفه برادرتان را اجرا کنید. یگان وقت دیگر میایم جناب کنان. امروز نمیشه. چی خیل نمیشه. اعتراض نکنید. وعده داده بودید. استاد شیرالی شما هم آمده از امری معروفی استادمون استفاده برید. بسیار خوب جناب کنان. با استاد احمد خیلی وقت زیاد است که رفیقی داریم. یعنی یگان بار امری معروفش را گوش نکردم. بسیار خوب می شود انشالله. انشالله انشالله. کن اینجا بیا. سینن رو چکار کردی ها؟ کنی گبزن روز چی هیلاو نیرن کردی باید باخت. گردانت رو میبرم. بگو چکار کردی سینن رو؟ جناب کنان من یک چیز رو نفهمیدم. و این مسجد یگان امام میفرستادند. مولای نو می آمد. امروز او امر معروف و نهی منکر میکرد خوبتر میشد. یعنی استاد قول داده چرا از گپ میگریزید؟ به این هم وقتی که شما باشید چرا این استاد موسیقی وعظ میخوانده است؟ یا خدایا رنگ اما اکا کالت کلاس دروگه چه نفهمیدیم وقت. اکا این بجای برادری داملازیا گذشتگی آدمی ساخته نباشه؟ راست میگه. اینجا چی گپ است؟ تمام جناب کنان. این خیل باشد من وعظ میخوانم. نه استاد نه. این کارها با ناراضگی نمیشود. اگر رحمتی دامالا زیا میبود هرگز ما را به امر معروف نمیگذاشت. من در شما قابلیتی او را نمیبینم. استاد یک سوال زور دارم پرسیدن ممکن است؟ تو خاموش باش اجری. سوالات را بعد میپرسی. امروز تو وعظ میخوانی. وعظ؟ من؟ در جایی که استادم باشد من چه امری معروف میکنم آقای کنعان؟ این دامالازیا نیست. برادری دامالازیا است. کنی پیش درا. آقای کنعان من اجری بسیار گپ زدی. مجبورم نکن که از گوشت گرفته برم. کنی پیش درا. من هم گوش کردن میخوام. مایلش بیا اکا کنون عباری بولو بگذار. بیا بگذار اخی. بچه خیره. به نام خداوند بخشنده و مهربان شما را به یادآوری مرگ سپارش میکنم.
аз марг камтар ғафлат кунед. чӣ гуна маргро фаромӯш мекунед дар ҳоле ки ӯ шуморо фаромӯш намекунад ва чӣ гуна тама меварзед дар ҳоле ки ба шумо муҳлат намедиҳад. марги гузаштагон барои ибрати шумо кифоят намекунад. шитоб кунед ба сӯи обод кардани хонаҳое ки шуморо ба ободонии он фармон доданд. неъматҳои худоро бар худ тамом гардонед ва аз исьёну нофармонӣ канора гиред, чунки соатҳо дар рӯз ва рӯзҳо дар моҳ ва моҳҳо дар сол ва солҳо дар умри одамӣ шитобон мегузаранд. агар мардум дар азамати қудрати худо ва бузургии неъматҳои ӯ фикр мекарданд, ба роҳи рост боз мегаштанд ва аз оташи сӯзон метарсиданд. аммо дилҳо бемор ва чашмҳо маъюб аст. оё ба махлуқоти кӯчаки худо нигоҳ намекунанд ки чӣ гуна онҳоро мустаҳкам офарид ва таркиби андоми онҳоро барқарор кард ва гӯшу чашм барои онон падид овард ва устухону пӯсти муносиб халқ кард. ба мурча ва ҷусаи хурди он бингаред ки чӣ гуна латофати хилқати ӯ бо чашм ва андешаи инсон дарк намешавад. ё худоё, ту чӣ хел аз хона баромадӣ? бешарафи лаънатӣ, ин дафъа аз дастам наҷот намеёбӣ. туро мекушанд. дар масҷид одам мепаронад? дину имон надорӣ ту? бин ин кӯдак чӣ қадар зебо панду насиҳат дорад. имон биёр, ақаллан қалбат нарм мешавад. шояд тавба мекунӣ. ту тавба кун абла. ҳаёти ту пур аз гуноҳ аст. ин хел бошад бародар, биё баробар тавба мекунем. чӣ мегӯӣ? бин чӣ хел бача хуб ваъз мехонад. ваъз не, ваъз. ваъз. фармони худо ҳукми ҳатмӣ ва ҳикматдор ва хушнудии ӯ мояи амният ва раҳмат аст. сипос худовандеро ки суханварон аз ситудани ӯ нотавонанд ва шуморандагон аз шумориши неъматҳои ӯ нотавон ва кӯшишкунандагон аз адои ҳаққи ӯ дармондаанд. худое ки фикрҳои амиқандеш зоти ӯро дарк намекунанд ва дасти ғаввосони дарёи илмҳо ба ӯ нахоҳад расид. парвардигоре ки барои сифатҳои ӯ ҳадду марзе вуҷуд надорад, махлуқотро бо қудрати худ офарид ва бо раҳмати худ бодҳоро ба ҳаракат даровард ва ба василаи кӯҳҳо ларзиши заминро ба оромиш табдил кард. эй бандагони худо, сахтии ҷон кандан ва ҳасрати аз даст додани дунё ба дунёпарастон ҳуҷум меоварад. баданҳо дар сахтии ҷон кандан суст шуда ва ранг бохтаанд. марг ором ором ҳамаи андомашонро фаро гирифта ва забонро аз сухан гуфтан боз медорад ва ӯ дар миёни хонаводааш афтода ва бо чашми худ мебинад ва бо гӯши худ мешунавад ва бо ақл дуруст меандешад ки умрашро дар чӣ корҳое табоҳ карда ва рӯзгорашро чӣ гуна гузарондааст. ба ёди сарватҳое ки ҷамъ карда меафтад, ҳамон сарватҳое ки дар ҷамъоварии онҳо чашм бар ҳам гузошта ва аз ҳарому ҳалол ва шубҳанок гирдоварӣ карда ва акнун гуноҳи ҷамъоварии он ҳама сарват бар гардани ӯст ки вақти ҷудоӣ аз онҳо расида ва барои ворисонаш боқӣ мондааст, то аз он баҳраманд шаванд ва рӯзгори худро бигзаронанд. роҳатӣ ва хушии онро дигарон мебинанд, вале азоби он бар уҳдаи ӯст ва ӯ дар гарави он сарватҳост ва ба хотири воқеиятҳое ки вақти марг мушоҳида кардааст, аз пушаймонӣ дасташро мегазад. ё худоё, маро бубахш. амин. сарватмандон дар рӯи дунё бениҳоят зиёданд, аммо пулашонро ҳамеша захира мекунанд. худашон аз ин дунё мераванд ва сарваташон бошад ба дасти дигарон мемонад. агар сарвати зиёдатӣ аз ниёзашро ба фақирон бахшад, худованд онро даҳчанд ба ӯ бармегардонад ва хайри дунё ва охиратро ба ӯ насиб мегардонад. худои таоло гуноҳони моро биомурзад иншоаллоҳ. амин.
تو اینجا انتظار شو، تو همراه من بیا. چرا من؟ چون که کلتاکیلاس را یگانه پلیسی که دستگیر کرده بود تو بودی. من آدمی قانون هستم. یک حیات تو بر این آدم ها را به محبس فرستانیدم. چرا برای تو کار میکردم؟ باز با کلتاکیلاس. اگر خواهی بچه تو را تا نزد درآمدگاه محبس برد. چشم مرا با همین خیل افسانه هایت میخواهی ترسانی؟ ببین، با تو تکلیف میکنم که هرگز رد کرده نمیتوانی. چی بوده است؟ یا خدایا، اینها در چی گپ زده ایستادن؟ اگر به سر اونال پرانن هم به من کار نمیگیرن. با او چی تکلیف میکرده باشم؟ به محبس رفتن نمیخواهد این دیوانه. ببین اونال، اگر تکلیفم را قبول کرده 1 سال برای من کار کنی، آخران وظیفه‌ای که به تو میدیم کلتاکیلاس رو کشتن است. او را که کشتی در خارجه برای صورت حساب شده و شناسنامه نو میدهیم و با این شناسنامه نو زندگی نوت را آغاز میکنی. تمام، قبول میکنم. اما بعد از 1 سال کلتاکیلاس از آن من میشود. فهمو، کلتاکیلاس رو بیارید. تکلیف ما رو قبول کرد. چی؟ 1 سال برای ما کار میکنه. قبول کردی؟ دیوانه هستی تو، چه درد داری؟ چرا قبول کردی؟ برای من تکلیف کردن که رد کردن نتوانستم. اونلی ابله. اولین وظیفه تو